امروز اومدیم سرویس کولر گازی ایستاده سامسونگ 60000. پیچ داریم اینجا، این پیچ ها باز میشه و بالا هم پیچ داره باز میشه. تمامی پیچ ها رو باز کردیم و حالا مونده سوکت های دیسپلی اون رو قطع کنیم، بعد برد اون رو باز کنیم. میخوام اینو جا بزنیم. یه نکته داره بهتون آموزش میدم. این شفت یه جاش خورده شده، تراش خورده. روی این پروانه یه جا علامت مثلث زدن، یعنی که این شفت باید برابر باشه با پروانه. حالا من جا میزنم شما ببینید. بگم مهره های تمامی فن ها به چپ بسته میشه، یعنی اینا راست باز میشه، چپ برعکس بقیه پیچ‌های مهرهای معمولی. پیچ‌های مهرهای معمولی متفاوته. سرویس شد، نصب شد. فقط یه دستمال انتهای کار میکشیم و تمام. برای تمیزی کار. چه جای دستامون پاک بشه جا نمونه.